دوستان امروز دوشنبه 6 مای امروز در دوشنبه مهمون بودم. امروز گپ همین شرکت رخش تخشیش اشتگم خیلی ماشینه کامفورت نی удобно نی همچنین شافیرشون نیز آدمی با معامله خوب هستند و شما نیز کسانی که مهمون میشید به همین دوشنبه و پایتخت میتونید از خدمت چنین تاکسی ها استفاده برید. رخش تاکسی 4 تا 3 ها من 4 تا 3 برید میتونید به مالا زنگ زنید. واسه گپ دیروز هم شتگی بودم در همین گونه تاکسی رخش. این روز هم شتم خیلی مردمی با معامله خوش چخچخ و شما توصیه میتونم دوستان هر وقت که مهمون بشید حتما از شرکت رخش تاکسی استفاده برید دوستان. واسه گپ خیلی چندین سال میشد که آمادگی نبودم به همین دوشنبه عزیزمون پایتخت خیلی آبادی شده ایستاده است، خیلی گلگون شکوفون است. این نداریم از همین شهردارا که شهر چنین آباد زیبا میگردونم. واسه خیلی لیکن سیر ماشین است شهر. تمام نمود ماشین های خارجی موجود است اینجا. کسانی که به این پایتخت میبینن با آنها برای تماشا و موقع فراغتی میبینن برای کار چی بیان برای کار با فراغت فقان هم میستن. کسانی که میبینن خیلی گشت میزارهای زیبا دارد. گلگل شکوفانی وطن عزیز ماست. و بار دیگر توصیه من به شما رخش تاکسی 4 تا 3 دوستان باقی سربلند و خانواده باشید. به شما اگر نوار ما پسند داره حتما فکر و اندیشه خوبی خود در زیر کامنتاری ها میگذارید و اینچنین نسبت رخش تاکسی نیست اینچنین ایوان سخنه خوب میگذارید تا اینکه دیگرها از خدمت رسانی من همین رخش تاکسی استفاده کنند. دوستان باقی سربلند و خانواده باشید.